شناسایی و تکثیر رقم‌های گیاهی با ژنتیک برتر در جهت افزایش بهره‌وری باغات و گلخانه‌ها. تکنیک کشت بافت استفاده میشه برای تکثیر پایه‌های گیاهی. حالا هر گیاهی که ویژگی‌های مطلوبی داشته باشه، ما میتونیم از نمونه‌های برگ، ساقه، حتی ریشه استفاده کنیم و اون گیاه رو تکثیر بدیم. یعنی برای تکثیر یک گیاه نیاز نیست که مثلا مثل روش‌های سنتی قلمه زدن، پاجوش یا روش‌های مختلف که زمان زیادی میبره استفاده کنیم. تولید نهال در محیط آزمایشگاه نسبت به روش سنتی مزایای فراوانی دارد. مهمترین ویژگیش اینه که تولید و تکثیر در تعداد بالاست. ما در یک ماه با یک نفر همکار میتونیم تعداد 1000 عدد نهال تولید کنیم. مزیت بعدیش اینه که تولید پایه‌های گیاهی در هر فصلی از سال، یعنی این محدودیت رو نداریم مثل روش سنتی که در زمستون نتونیم پایه تولید کنیم. از مهمترین مزیت بعدیش اینه که پایه‌هایی که ما تولید می‌کنیم از لحاظ ژنتیکی یک دست هستند. در شهرستان مرند دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد فضا و تأمین امکانات از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند. واحدهای فناور شهرستان مرند از سال 1400 در واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند استقرار پیدا کرده در وسعت 1000 متر مربع که در واقع ما کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مجهز رو در اختیار این واحدهای فناور قرار دادیم. در حال حاضر 19 واحد فناور در زمینه‌های محصولات کشاورزی، فرآورده‌های گیاهی و تجهیزات پزشکی در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرند در حال فعالیت هستند. حامد رهنجام، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان مرند.